شهروندای جمهوری تاجیکستان چی گفتن در عناصر حالاتو در گرانیتسو و چی مشکلاتی جور شدن که تو که دیگران همین خطاگیری نکنن. کاروچی فری خوده من همین گفتنی هم که کاروچی همه اتوبوس تاجیکستان کتی پرامو بشینین برین یگون وای نکنین کاروچی این اتوبوس تاشکن همه سوزای ارزون این خیلی چی میکنن نگرزونات اتوبوس نمره روسیه باورینو کای کاروچی پرورکن نمیکنن میگود همه خیلی رکلام میکنن این همش دروغه ما برآمدگی ما من این چهارم روز در راهیم او مورا گفت پرامو مسکو گفت اینجا اومد در نیم راه یا اتوبوس دیگر اجداد کرد کاروچی 16 نفر گرفت ای مسکو 650 کیلومتر بیرون برده و یا جوشون پرتوفته اومد صبح تاکسی زده و ما در این اتوبوس ما 4 ساعت دیدیم در این شهر وای زنه که گیریا کرد شهروندی تاجیکستان بود تاجیکستان ای دوشنبه بود گفت که کاروچی مورا کاروچی همه خی کردن و خیسه اومد 950 سومنی تاجیکی را گرفتن در پیش من قزاقی کردن او قزاقی پول نمیگیرم گفت گرفتن ازبکی کردن ازبکی هم نشد گرفتن روبل کردن 8,500 روبلی شد کاروچی در پیش من دادن من اون پارا رفتم که او دادن اومدم گفتم چامپلی دادن گفتم اتوبوس 6,500 شما چه 8,500 دادم گفتم که گفت که ما پول دادیم پاسپورت رو گرفت گفت رفتم گفتم پاسپورت رو رته ما دیگه اتوبوس کتی میریم اتوبوس تاجیکستان گفت که اونجا من سپسکا دادر آوردم اونجا جو زنی شد من دیگه نمیتونم مقصد که اگر کدومی که باشه شما را ای تاجیکستان روان کنه خوبترش که توجیه خطی باشه که تو که چی مشکلی شد پیداش کنی از شما اومدین نه شوفیر پیدا میکنین من اومدم نه شوفیر پیدا کردم نه کاسه دوران اگر توجیک میشد خیر من توجیک یکون لوگو خیلی توجیک میافتم یکون زنگوات کردن خیلی میافتم و ازبکو بودم من اکنون نمیتونم و دختر توجیکی گازم من اکنون این تاجیکستان گفتم من باوری کردم اول خسته اومدم من خود پول و شدم از خودم اومدم مترو کاتین لکم موندگم یگون سون پول ندارم او شما آدمی که خاطی من گاز زد که در اینسا پول از افلاطیت کن بیا مون اینجا میتم ما اومدم او آدم نیافتم ما از اکون اومدگی مترو کاتین لکم موندگیم سلام علیکم نام شما نام من اختیار من گراجنی تاجیکستان کاروچی من اومدم من تلفن کردن تا گرانیسی تاشکند اومدم در قزاقستان شدم 6,500 راکی رو گفتم من 6,500 دادم ای دیگر تاجیکو 8,900 سومنی 950 سومنی تاجیکی گرفتن 8,500 خرید پول میشد گرفتن ما رو آوردن پیش گرانیسا ندار اومدن یک 7 کیلومتر گرانیسا اوسر پارتوفتن گفتن گراجنی تاجیکستان پروپوسکات نمیکند گرانیسا من اونجا فرو اومدم کاروچی پول گردوندن ندادن من حساب خودم 5 تا شهروند تاجیکستان بلیط خریده پویس کتی گرانیسا پرسکات کردم اومدم با همه اتوبوس شتا اومدم مرا گفتن سوما مترو کاتینیک میری کاروچی وزارت چی میکنن گفته شوفیرا هم خیلی گفتن اوزی اومدم زنگ بزنم یگون تاش جواب نمیداد یگون شوفیرم وای نمیکنه شوفیرم میگم نمره همون کلون نتیم کلون کتی خودش گردنم میگم من نمره کلون نمیدونم کاروچی و همونجا بچه‌ها هستن همون چریز بچه‌ها کو یو گیر کاروچی من برای شهروندای تاجیکستان نمونه گفتم من عکسی خودم وزارت پول گرفته اومدگی بودم که کاروچی اومدگی من 20 روز شد یکی گرانیس گردونن ما همون 5,000 که گشتر راکی رو کرده عبرت نمیرم که شهروندای تاجیکستان 5 نفر فروردم من حساب خودم بلیط خریدم آوردم همونای همینجا به من همش برفت من اكن من یک دقیقه باردار جان ما سوالات میتونم فقط در سوالات من خوب جواب دادم خب مقصد که شما ای تاجیکستان بلیط نگرفته بودین هم خبر شما بلیط نگرفته بودین شهروند ازبکستان با زبان تاجیکی خاطر شما گپ زد و شما را کجا دعوت کرد ما را گفت که تو همه سیانکی گرانیس اتوبوس نه شما را ای تاجیکستان گفت کجا بیاین تاشکند بیاین یعنی شما را با تلفن گپ زدین شما را گفتن تاشکند بیاین 150,000 ازبکی با پلی سومنی خود ما 150 سومنی تاجیکی میشن ما راکی رو کرد تا تاشکند اومدیم به غرض وای با 6,500 روبلی پول روسی گرفتن یعنی مقصد شما تاجیکستان تو تاشکند اومدن تو 150 سومن راسخود کردین اومدیم با شهروندای ازبکستان 6,500 روبلی دیگه در دست وایو سپردین وایو شما را 6,500 روبلی تو مسکو را گفتن تو مسکو مترو کاتین که گفتن ما را در نیم رای او پاری گرانیس فرو آوردن در قزاقستان فرو قزاقستان گرانیس قزاقستان ندار اومده ما را ای گرانیس قزاقستان فرو آوردن ما پویس کتی پرسکات کرده تاکسی دا پول داده پویس کتی پرسکات کرده ابیز رای ابیز کتی رفته پویس 6 تا 5,000 دا بلیط گرفته 5 نفر 6 تا اومدیم یعنی شما را گفتن که وقتی که شما شهروندی تاجیکستانین 5 نفر شما را گرانیتسا سر نمیتیا روی شما اتوبوس بسیار مان میکنن در گرانیتسا یا سوت مان میکنن من نمیستم گفت کاروچی بشینید پویس کتی بریم ما شروع ما را اونجا جدان میکنیم اتوبوسی مانده نشینین اگر اتوبوسی مانده بشینین گفت
من گرانیس نادرآمده شما را میفروشم سومکات کتی اگر گرانیس گرزون اون طرف گرفته میبرم نه گرزونان گفت خودت بدونی اسب آورد شما با مبلغ زیادی расход کردین اومدین عین حال حاضر در کسای رایگان ای وقت قرار دارین در автовокзали котельники پیش من اومدین که یعنی من همون شوفیورا همون خزانه همون автобусора یعنی شما را یافتیم که شما مبلغتون رو برگردونید در اصل در автовокзали котельники عین حال دو تا شرکت ازبکی کار فعالیت کرده است و زبان توجیکی نغز گپ میزنن و زبان توجیکی و به نهایت پاسرینیکای زیاد دارن که بسیار وقتی که شهروندای توجیکستان زنگ میزنن با زبان توجیکی گپ میزنن منم با زبان توجیکی گپ زدم من برای یک دختر با زبان توجیکی گپ زد شوفر دپرسیدم دختر کیه گفت که نمش گولیه و اینه که توجیکستان گفت با زبان توجیکی مرا گپ زد من خونه زنگ زد من خونه توجیکستان خونه نبرم زنگ زدم که اپاجان پرپسکی من میخل من 20 روز شد اومدگی من گشته رام میشد می پرپسکم چاس نبود گفت دادر جان هیچ کار نمیکنه بخیر بیا گفت کاروچی من گفتم که بعد من توشکن شیشته میرم راکی رو چانس چقدر پول رسول میکنم یا گفت که من راچو تو میگرفتم که بعد در واتساپ من نوشت که 6.5 روبل من 6.5 روبل اومده دادم با 150 سومون ای خونه رسول کرده تو همون پیش اتوبوس اومدم با پلیس 6.5 روبل دادم باز اومدم زنگ زدم میگه که تو مرا برآمدن زنگ نزدی من زنگ زدم افسری پاسپورت پارتو گفت پاسپورت پارتوفتم گفت در دفتر در اسپیسکا میدارم نومت اسپیسکا میدارم شتاب بیای که جو باشد گفت یا که اگر اسپیسکا ندارم جو نمیشه گفت من پاسپورتم صورت گرفتم همیشه پارتوفتم نرخ نوای اتوبوس نوشته پارتو و وقتی اومدنم نوشت که کراچی اومده یا نه من اونجا سیم کارت توجیکستان و ازبکستان دارم کار نمیکنه زنگ زدم نتونستم کراچی اومدم قریب گرانی سر رسیدم زنگ زدم که امیخل من پولی گفتگیت من دادم 6.5 5000 من عکسم رسخود کردگی شما تو مترو کاتلنیکا گفتین برای گرانیس فروردگیش 5 تا توجیکا من 1000 روبلی من 5 تا بلیت گرفتم پلیس کتی گرانیس پریسکات کردم شما را همچون خودشون شهروند توجیکستان معرفی کردن با بواری شما در اومدن و شما یعنی با فریب اون دچار شدین عین حال از اومده و باید سوم شما را میدادن اوزی نیستن یگام چه پیدا نکردین خب برادر جان عین حال از شهروندای توجیکستان یعنی کانال رایگان اویا شما را میبینن تماشا میکنن که تو که با دیگه شهروندای خطاگی را نکنن و در اصل همون نفرایی که شما را آوردگیان با کاتلنیکا شما روزی چهارشنبه و روزی شنبه با پیش من میبین من با قطعی همه آدما شما را روپارو میکنم و وایو را میبیورم با پیش من روز گپ میزنم اصلا نفرایی که وایو را میگیرن با پیش من میبیورن در پیشتون روپاروتون میکنم گپ میزنه سومتون میگیرین و در پای زندگیتون میشه و دیگه خطاگی را نکنین